صبح شما بخیر و پر از نشاط باشد. بیننده عزیز رادیو آزادی، شعله گل خوجه هستم در یک صبح دیگر که آماده هستم برای شما خبرهای تازه رو بگویم و چون همیشه تقدیم این خبرها را ساعت رسا 7 با وقت پراگ شروع میکنیم و عین حال در دوشنبه ساعت 10 است. خب امیدوارم گوش و هوشتان با ماست تا اینکه بفهمید که چه خبرهای تازه را ما برای شما خواهیم گفت. شروع میکنیم از خبری مربوط به منزل دسترس. نورالله نعیمов رئیس طرح منزل دسترس موقتی از مسئولیتش دور شده، به جای او پرویز عبدالرحیم زاده کار را آغاز کرده است. مثلا میگن نخستین خانه ها تا آخر امسال و بقیه تا آخر سال 2019 به دست صاحبانشان خواهند رسید. رستم امالی شهردار دوشنبه هفته قبل از دادستانی تقاضا کرده بود تا عملکرد مسئولین ساختمان منزل دسترس را تفتیش کنند. یک مقام در حکومت دوشنبه دیروز به رادیو آزادی گفت دادستانی تفتیش دارد که چرا طرح منزل دسترس در 5 سال اخیر به مشکل پیچید و مزاجان نتوانستند خانه‌های خود را صاحب شوند. این چنین باید دقیق شود که چرا پول مشتری ها به خزینه کارخانه وارد نگردیده است. این مسئول شهرداری افزود فعلا نسبت به رهبریت سابق منزل دسترس پرونده باز نشده است و تنها بعد سنجش ابتدایی در این زمینه تصمیم گرفته می شود. دادستانی در حال به تفتیش طرح منزل دسترس شروع میکند که مسئولین لایحه از آغاز دوباره کار در ساختمان‌های آن خبر می‌دهند. طبق شرطنامه‌های نو 3 بینای منزل دسترس تا آخر امسال و باقی مانده آن تا ماه دکبر سال آینده به مزاجان سپرده خواهد شد. در پی یک تندر پودرچیان نو برای منزل دسترس انتخاب شدند و ساختمان بیناها را ادامه میدهند. باید گفت که ساختمان خانه‌های منزل دسترس در دوشنبه سال 2013 شروع شده قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نمایند. سابق شهردار دوشنبه با پیاده کردن این لایحه میخواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در مجموع کارمندان بودجتی با منزل ارزان تامین شوند. نفرانی که تا این وقت در شهر دوشنبه اجاره نشین بودند و آرزوی صاحب شدن به خانه‌های خود را داشتند، در این طرح راه حل مشکل خود را می‌دیدند، ولی در اصل 5 سال گذشته با مشکل زیادتری روبرو شدند. در ولایت ختلان امام خطیبان در ملاقات‌ها و در موعظه‌های خود از مردم دعوت می‌کنند که از ریش درازی به گفته آنها به ترتیب دست کشند و از یک قبضه بیشتر ریش نگذارند. مقامات میگویند آنها تلاش دارند که علیه لباس و فرهنگ بیگانه در جامعه مبارزه برند و کوتاه کردن ریش به قبل آنها دراز یک بخش از این تبلیغات بوده است. خب نصرالدین قدرت امام خطیب مسجد جامع نویه 5 روز 20 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد پیشنهاد از سوی مقامات آنها بر ضد ریش‌های دراز در میان مردم کار میبرند. او از جمله افزود که اندازه ریش خودش یک مشت یعنی 5 تا 6 سانتی متر است و او این ریشه که او دارد با ترتیب عنوان میکند. این روحانی میگوید که حالا تمامی 70 امام و امام خطیبان در این ناحیه همین گونه ریش‌های به گفته او زیبایی کوتاه دارند. در گذشته در ناحیه دوستی از سوی مقامات انتظامی دستور شده بود که روحانیان ریش خود را کوتاه کنند و آنها این خواهش شفاهی را به نوبت گرفته ریششان را قیچی زدند. خب موضوع ریش 2 سال پیش در ختلان حساس شد و صداهای هم بلند شد که مقامات ریش مردان را به طور اجباری کوتاه میکنند و اینکه میتراشند. همزمان 10 نفر از ساکنان از اینکه ریششان مجبوری تراشیده شده است شکایت کردند. خب برو میاریم به خبرهای جهانی. شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته است که در عرفه انتخابات میان دوره‌ای به کنگره آمریکا 652 صفحه مربوط به روسیه و ایران را به خاطر پهن نمودن اطلاع بر دروغ سیاسی بسته است. فیسبوک 21 آگوست گفت که این صفحه ها را از فیسبوک و اینستاگرام برای پهن نمودن اطلاع بر غلط سیاسی بسته است. همچنین شبکه اجتماعی توییتر ابراز داشت که صحیفه 300 کاربر را برای به اصلاح ترغیب ایران بر ضد عربستان سعودی، ترغیبات ضد اسرائیل و تشویق جنبش‌های رو به فلسطین را بسته است. به شبکه‌های اجتماعی حکومت‌های آمریکا و بریتانیا را درباره این عمل آگاه کرده است. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف میگوید ماه آینده در شهر مسکو مذاکرات صلح افغانستان با شرکت هیئت طالبان افغان برگزار خواهد شد. روز سه‌شنبه لاوروف گفت که روسیه طالبان را به نشست 4 سپتامبر دعوت کرده است و واکنش ابتدایی طالبان مثبت میباشد. نظر طالبان درباره این اطلاع دسترس نشده است. سفیر افغانستان در مسکو عبدالقیوم کوچی توجه طالبان به مذاکرات را خوش پذیرفت. در وزارت کارهای خارجه روسیه گفته می شود که به مذاکرات
صلح افغانستان دهها کشور از جمله آمریکا دعوت شدند. خبرگزاری اینترفاکس از نقل سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا آورده است که واشنگتن هدف ندارد در این مذاکرات اشتراک کند. بعد از خروج بخش بزرگ نیروهای جنگی پیمان ناتو از افغانستان، حکومت افغانستان کوشش دارد تهدیدهای طالبان و دیگر گروه‌های جنگجویی را رفع نماید. رهبران طالبان مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد نموده دعوت کردند که آمریکا با این جنبش افراطگرایی اسلامی سر میز مذاکرات مستقیم نشیند. خب برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. شورای امنیت سازمان ملل متحد گلمرود حلیموف پالکوونیک فراری تاجیک را در رویخط تازه تحریم‌هایش همچون مشاوری نظامی و سربازگیر گروه تندروی دولت اسلامی دوباره تحت تحریم قرار داد. این رویخط در 6 ماه یک بار تکمیل می شود. در فهرست نو گفته می شود که او همچون عضو بلند مقام سازمان دولت اسلامی عراق و شام که از جانب سازمان ملل متحد گروه مربوط به القاعده دانسته می شود تحت جستجوی دولتی قرار دارد و همچنین از حلیموف در روی خط نو مشاوری نظامی عضو و سربازگیر دیش نام برده می شود. افرادی را که کشته یا بازداشت شدنشان تصدیق می شود از این روی خط می برآورند. در روی خط قبلی بجز تحت تحریم قرار داشتن گلمرود حلیموف معلومات دیگری درباره اون نبود تحریم‌های سازمان ملل متحد کشورهای عضو را وظیفه دار می کند که از دادن همه گونه سلاح مهمات، قسم‌های احتیاطی و کمک و آموزش‌های نظامی به شخصان مورد تحریم خودداری ورزند. این سازمان از همه کشورهای عضو طلب میکند که همه گونه صورت حساب، دارایی‌ها و واسطه‌های اقتصادی مربوط به شخصان زیر تحریم قرار داشته را تعجیلاً بندند تا افراد زیر تحریم قرار داشته من بعد از آن استفاده کردن نتوانند. تحریم‌های سازمان ملل متحد اینچنین کشورها را عهده‌دار می‌کند که شخصان تحریم شده از طریق قلمروی کشورهای عضو حرکت نکنند. ضمناً گلمرود حلیموف پالکوونیک وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که دوباره در این فهرست اسمش جای گرفته است، ماه اپریل سال 2015 از تاجیکستان غیب زد. ماه می باشد در نوار تبلیغاتی دیش پیدا شد و اعلام کرد که به این سازمان تندرو پیوسته است. تا هنوز درباره مکان دقیق زیست و مرده یا زنده بودنش معلومات نیست. در معلوماتنامه کوتاه سازمان ملل متحد گفته می‌شود که سال 2015 در سوریه قرار داشت. خب معمولا این سازمان افرادی را که هلاکتشان از تصدیق می شود از روی خط خارج می کنند. تو این دم بارها خبری مرگ گلمرود حلیموف رسانه‌ای شد ولی رسما از جانب دولت تصدیق نگردیده است. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نرخ خدمت یک ملیسه سیاحی با جهانگردان خارجی را برای یک شبانه روز 250 سومانی نزدیک $25 آمریکایی مقرر کرد. شرکت‌های سیاحی اینچنین کارمند وزارت را که سیاحان را همراهی می‌کنند با 3 وقت خوراک و جای خواب باید تامین کنند. شعبه ملیسه سیاحی در نزد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 1 август پس از 3 روز حمله به جهانگردان خارجی تأسیس یافت و طور شما در خاطر دارید روز 29 ایول در حمله در نویه دنغره 4 سیاح خارجی کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند. به گفته یک مسئول شرکت سیاحی بجز 250 سومانی که رسما به بودجه وزارت سپرده می شود برای یک کارمند ملیسه بیشتر از 200 سومانی دیگر صرف می گردد. او میگوید اگر یک کارمند ملیسه برای 10 روز کرایه شود شرکت نزدیک 5000 سومانی خرج می کند، خرجی که تا حادثه حمله به سیاحان شرکت‌های سیاحی از آن آزاد بودند. سال 2018 در تاجیکستان سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی عنوان شده است. ماه فوریه امسال مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بودند که برخی از کارمندانشان را برای معاشرت با سیاحان به درس‌های زبان انگلیسی جلب کردند. حالا به گفته مسئولان وزارت کارهای داخلی کارمندان بخش نوتأسیس که وظیفه همراهی کردن سیاحان را بر دوش دارند زبان انگلیسی را می‌دانند و مسئله همراهی کردن جهانگردان از جانب کارمندان ملیسه خب به میان آمده است بعد اون که طوری گفتیم به جهانگردان حمله شده است و مسئولان وزارت کارهای داخلی گفتن با تأسیس این شعبه امنیت جهانگردان کاملا تامین می شود. بیننده عزیز چند خبری بود که خواستم با شما در میان بگذارم. به همه شما رو چون همیشه بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم بازم منتظر می شود.